روز قیامت، روز بازخواست، روزی که اعمال ما مورد بازخواست قرار میگیره، نگرانم که شیخی که مدعیه که نون حلال میخوره نسبت به ما که آب حرام میخوریم، یعنی شراب میخوریم، برتری نداشته باشه. این نان حلال شیخ هیچ برتری به آب حرامی که من میخورم نداره. روز قیامت ممکن است من با همین شرابی که میخورم برم بهشت و شیخ با این نان حلالی که میخوره بره جهنم. کی میتونه پیشبینی کنه؟ چون معلوم نیست که نیت ما چیست. زاری کردن ها و این اشک ریختن ها و این ادا اطوارها هیچ کدوم اصیل نیست. نماز شب خواندن ها و اشک ریختن ها، ببین بعضی چجوری گریبان چاک میکنن برای موضوعات مذهبی، ولی میدونی که اصلا عالمش بازارشه. ترسم که صرفه‌ای نبرن روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام.